سلام، مارشال معینی هم. تو این ویدیو به تمام سوالاتی که توی این اینستاگرام از من پرسیده بودین جواب میدم. از کدوم قومی؟ خب ادامه‌ش چی بود که تته کردی؟ صرفا کنجکاوم. من داداش آقا بزرگم هم تهران به دنیا آمده، تو شمیران تو ری بودش، ولی جدی بخوایم بریم آذری. کجا زندگی میکنی؟ کانادا، تورنتو دیگه. هومه تورنتو. متاسفانه بعد از 10 سال رفتم ایران، 3 ماه دوست داشتم بمونم کلا. مثلا اومدم برگشتم، الان 20 روز میشه برگشتم گذشته، ولی 10 روز اول که اصلا نمیگذشت، اصلا نمیگذشت. ولی به هر حال بحثش جداه. اسم این گیمی که میزنی ماشین و اینا داره چیه؟ اساتو کورسا و بیمنجی درایو. چند سال بازی میکنی خداییش چی رو اساتو کورسا اینا که فکر می‌کنم الان 4 ساله، بیمنجی که 1 سالم نمیشه. بیمنجی رو از طریق یه دوست خوبم تا حالا هم صحبت ما هم نشدیم، ولی یونس، توی اون ویدیوهای اونو بیشتر میدیدم. یکی از رفیقام هم جد سالم زد که مثلا دانلودش کن بریزیم دیگه، اون موقع ریختم. ولی گیمو کلا بچگی میذارم دیگه داش دیگه. عجیب‌ترین تجربات از هر دراگی که داشتی رو بگو. مواد تا حالا نزدم داداش. تو دنیای واقعی هم همینطور کله خری تو رانندگی؟ جوون‌تر حاله، ولی الان نه. الان اصلا اتومات، الان 30 سالم شد دیگه داداش. مرداد 25 مرداد شد 30 سالم دیگه، ولی نه اصلا اتومات یه ذره جرأتت میخوابه. چرا هیچ وقت اسم واقعی تو نگفتی؟ مارشال دیگه داداش دیگه. اسم واقعی میشه درد میخوره. چیه؟ من موینی. سخت‌ترین چیز جنگ جنگ. جنگ 12 روزه بود فکر کنم داداش. جدا از مرگ و میر بیگناه ها، شهروندای معمولی، سخت‌ترینش این بود که داداش آسمون ایران همینجور جت جنگیشون میومد میرفت. اون خیلی من ناراحت میکرد آجی. سرزمینی که آریو برزن تو میری و فلان و 20 سال اینجور داستانا، تیرای تیرکمون اینجور بزرگا تو آسمونش میرفت و میومد، الان داداش میدیدم مثلا جت جنگیشون میره میاد. اون خیلی من ناراحت میکرد. غیر قابل بیان منو ناراحت میکردن، واقعا میگم. ماشین مورد علاقت آخر ماشین بازی چیه؟ تویوتا چیسر. 100 تویوتا چیسر. هم سدانه برای رانندگی خانواده، حالا میخوای بری مثلا خانوادگی مثل آدم بری بیای، هم تونینگ دریفت میتونی بهش بزنی، هم تا حدودی مثلا لاشی سواری میتونی بهش بزنی، کاتاپ و اینجور داستانا بهش بزنی، هم حالا نمیگم 100 ولی مثلا 40% مثلا فاز درگ داشته باشی که کلا من نرم، میشه ازش یه چیزی کشید بیرون. ولی تویوتا چیسر 100. دلیل اینکه ماشین ایرانی بر نمیداری چیه؟ بچه‌ها تو چتت هی میگن ماشین ایرانی بردار، هیچ اهمیتی نمیدی. داداش ببین، بلا نسبت داره این حرفی که میزنم، هیچ چیزی هم نیست. مثلا یه سریا نمیخوام مثلا یه چیزی رو به انحصار خودم بگم برای من و فلان و بیسا، اصلا هم چیزی نیست. ولی من این گیم اساتو چه مثلا ستاپ کلا هر چیزی رو من قبل اینکه یوتیوب استارت بزنم داشتم، چون علاقه داشتم به اساتو کورسا، کلهم علاقه داشتم. هیچ وقتم سرور ایرانی نرفته بودم. من اومدم توی یوتیوب، فقط اومدم مثلا چیزی رو به نشر بدم که علاقه خودمه، نه اینکه مثلا بیننده بیشتر بهش تشناس. احترام به بیننده دارم ولی اول آخر این اومدم بزنم وقت آزاد که مثلا دوره هم یه چیزی ببینیم، اون چیزی که من حال میکنم شما ببینید شما حال کردین. ولی یه سری هستن میان مثلا تو سرورهای ایرانی فقط ماشین ایرانی برمیدارن چون تشنه بینندن، فقط بیننده بگیرن. داشت من قبل خودم هیچ کس نبوده، به جرئت میتونم بگم اولین نفری که این نوع استریم لاشی سواری رو آوردم من بودم داداش. اونم به حالت مثلا معمولی، بعد از سر کار میومدم حوصله‌ام مثلا میگفتم من که دارم این کارو میکنم بذار مثلا یه استریم من بزنم. و حالا کاری هم نداریم، یه سری از همین این کریر واسه خودشون درست کردن، 4 تا فوش هم مثلا پشتم میدم، ولی حالا کاری هم نداریم. ولی برای همین ماشین ایرانی نمیدونم داشت در فیزیک مثلا این همه خرج کردم، از مثلا عرقی که ریختم، پول عرقی که ریختم که بیام مثلا ماشینی که فیزیکش روش کار شده فلان شده 20 سال شده، نه اینکه برام مثلا سرور ایرانی مثلا حالا چه میدونم یه ماشین ایرانی پراید وردارم مثلا ستاپ چند هزار دلاری با پراید آنتن نمیده دیگه داداش دیگه. ماشینی که آرزو داری و دوست داری با زنت سوار بشی بری شمال چیه؟ رنج روور 2025. داستان مهاجرت تو بگو داداش، اینکه چی شد رفتی، قبلا کارت چی بوده؟ این کارم همه چی بوده، ولی بیشتر داداش من توپخونه دلالی میکردم داداش. بعد عیدم بساط میکردم، چهارشنبه سوری هم باز مثلا بساط گذری میکردم، گیشا و تخت آبوس بیشتر.
بعد چی شد که داداش من سال 2015 من پسرم با خانواده‌اش رفتن کشور اروپایی و آقای ما گفتش اون موقع مثلا اینجوری نبود، اون موقع یورو بود 3000 تومان. گفت بریم بهشون سر بزنیم، ویزا هم بهمون دادن. من اون موقع می‌خواستم سرسبیل با یکی از رفیقام پاساژ رودکی مغازه بزنم، نوید ریحانی نامی. و خیلی سریع بگم سرت در نیارم، آقای ما ویزا رو گرفت گفت بریم. من می‌خواستم پول ازش بگیرم بزنم به خرج مغازه و فلان، گفت نه بریم و فلان، پولی که نرم بجاش مثلا اروپا و فلان بیسا. بعد رفتیم پسرمو ببینیم. من قبلش اصلا علاقه به خارج نداشتم، رفتم اونجا به حالت توریستی یه ذره غرب زده شدم، چون اونجا مثلا زید بازی کردم فلان بیسا، دختر بازی و می و فلان و بیسا، خیلی حال داد. بچه 19 سالم بودم دیگه، چند سالم بود؟ 2015 19 سال. بعد دیگه برگشتم دیگه همه کاری کردم که بخوام مهاجرت بکنم. 22 سالگی 21 2 سالگی هم که مهاجرت کردم، ولی عقل الان داشتم. نمیدونم حاجی، من بعد از 10 سال با خانواده زندگی کردم محروم بودم. بعد کلا یادم رفته بود زندگی اونجوری چجوریه. به عادت کرده بودم مثلا خودم حالا با هر کسی که هستم، الان خدا حالا یه فرشته گذاشته توی زندگی من، خانومم میگذرونیم دیگه داداش. بعد که رفتم ایران توی این سن مثلا 30 سالگی با خانواده رو دیدم فلان، مثل آبجی، دوماد، داداش، ننه، آقا فلان. خیلی همینه میگم، اول ویدیو هم گفتم حالت افسردگی گرفته بودم اومدم اینجا. واقعا الان داداش به من بگی، من مثل یه آدم غیر منطقی میمونم که داداش مثلا حتی تو ایران هم هست، شرایطش تو ایران هم خوبه ولی مهاجرت براش بده. هر چی بهش بگی مثلا مهاجرت نکن خریته، ولی باز میکنه. من همونیم که داداش ولی معکوسش دوست دارم اونجا باشم. لرستان اومدی؟ نه دعوتم شده بودم ولی نشد، افتخار اینو نداشتم بیام خدا وکیلی. بعدیای مهاجرت رو بگو. بعدیاش داداش نمیدونم داداش، بعدیاش دیگه داداش دیگه آدمی دیگه، علل خصوص مرد باشی تو بیابونم باشی دیگه داداش، اخ میگیری روش زندگی و پول در آوردن تو در میاری دیگه داداش. بعدی نمیدونم، هر جا که حال میکنی زندگی داداش چیه. ولی هر کسی تو رو قرآن میخواین مهاجرت بکنین، همه پلای پشت سر رو نسوزونی. به وفور دیدم اینجا کسایی که همه دار و ندار ایران فروختن، اینجا معذرت میخوام انگار اره رفته مثلا تو شیکمت داداش، نمیتونی بری جلو نمیتونی بری عقب دیگه. سوال اینه که چرا انقدر با عشقی سلطان؟ ته جایه بود تلخ بود داداش، عشق من اینو کرتم. سلام مرشد، میخوام استریم شروع کنم، درآمد خوبی داره؟ داداش من میگم تازه برگشتم، قبلش شغل خودم رو داشتم، استریم بر اساس عشقی بود. الان باز از نقطه صفر زندگی دوباره دارم استارت میزنم، اینم بگم حدوداً. بعد چون تغییر کار میخوام بدم، خودتون تو آینده متوجه میشین میخوام چیکار کنم. ولی داداش توی ایران آره به نظرم اگه مثلا آدم شخصیت داری هستی دیگه، خودت میفهمی آدمی هستی مثلا یه کاراکتری داری، یه آدم مثلا اوکی هستی، همون دیگه داداش. اگه اوکی که استارت بزن دیگه. نمیای ایران یه میتینگی چیزی بذاری ببینیم؟ سفر بعدی داداش، سفر بعدی. این میخواستم این سری که اومدم ایران میتینگ بزنم ولی داداش نمیشد. انقدر ذوق همه جا رفتن و همه جا دیدن رو داشتم، واقعا فرصت نمیشد حاجی. واقعا هم دوست داشتم میتینگ بزنم ولی سفر بعدیم به ایران حتما میذارم داشی. چی شد که زدی تو کار کانتنت کریئتوری؟ همین هیچی دیگه داداش، گفتم دیگه از سر کار میومدم همیشه مثلا قصتو میذارم، گفتم بذار یه یوتیوب هم بذاریمش. به این فکر کردی که کلا به ایران؟ آره ولی نمیشه. اصلا میخواستم بیام ایران نمیشه حاجی، با حسرت هم میگم نمیشه، واقعا با حسرت میگم نمیشه، چون خانومم فارسی زبونم نیستن، خیلی سخت نمیشه. اما مرشد میشه توصیه بکنی برای ما که میخوایم تازه این حوزه رو شروع کنیم؟ داداش آخه من که اصلا عددی نیستم بخوام مثلا تو میبینی مثلا بیام مثلا توصیه بکنم یا چیزی بکنم، ولی داداش خاکی باش دیگه. مثل معذرت میخوام مثل 4 نفری که حالا اسنیبرن فکر میکنن حاجی مافیای سیسیلی استریمینگ و یوتیوب فارسی و فلان و بیسان، مثل اونا نشو. اگه خدا مثلا دیده کرد رو تو فلان و بیسان، مثل اونا نباش. خاکی باش، دیدی مثلا 2 نفر نیاز دارم به کمکت یا مثلا نیاز دارم مثلا به این شاوت تو مثلا صدا زدن توی فضای اجتماعی، داش کمک کن داش. این خونه آتیش بگیره با ماشینا میخوای چیکار کنی؟ ماشینا فلزیه داداش، دوده میگیره البته، خارش سرویس میشه دیگه. کامل توضیح بده لطفاً، چطوری میری تو سرور و یه سرور دیگه بعد ترافیک داشته باشه، خارجی باشه، سرور ایرانی هست ولی خوب نیست. ستاپ اسات کورسای اینو فهمیدم داش، اینو توی یه ویدیو بهتون میگم، ولی اگه انگلیسیتون در حد اقله بزن توی یوتیوب how to mod اسرو کورسا، تمام شد رفت همین. چرا تو یوتیوب ویدیو انقدر کم میذاری؟ چرا با یوتیوبر دیگه اصلا همکاری نمی‌کنی؟
داشت یوتیوب ویدیو کم میذارم چون گفتم هیچ موقع بر اساس شغل نگاش نکردم. 2 تا ویدیو گذاشتم، اونم روم تور و آپگرید روم بود اون موقع. استریم هم که 30 بار الانم بگم میشه بار 31 استریم هم که عشقی میذاشتم. بعد اینکه همین دیگه داداش دیگه آخه به صورت تفریح نگاه میکردم به قضیه داداش بیشتر، ولی 2 تا ویدیو کلا دارم دیگه. بازی‌ها تا حالا چیت زدی؟ آره پس چی آنلاین نه، ولی داداش نه بچگی موقع داداش کافینت ها بود، خونه ها اینترنت نداشت، میرفتم کافینت اینترنت استفاده میکردم. الان هم هدیه تو ایران دیگه کافینت دیگه. چیت هپنز، سایت چیت هپنز، ترینر میگرفتم، چیت کد میگرفتم، میومدم خونه عشقا. چقدر تو یوتیوب طول کشید که 1000 تایی بشه؟ 3-4 روز فکر میکنم. شغل اصلی تاسیسات گاز مسکونی بود، الان دیگه نیست. یه قمار زندگی دارم میکنم ان شاءالله بگیرم. سوالی ندارم، ولی یکی از با معرفت ترین و با غیرت ترین و خوشمرام ترین و خوش برخورد ترین آدمایی هستی که دیدم. عشق منی داداشی، فدای محبتت بشم. ازدواج کردی؟ داداش تو شرفم انشالله این حرکت زندگی شغلی که میخوام بزنم بگیره دست خانمم بگیرم بریم زیر صف داداش. آیا اعتقادات خاصی داری؟ داداش اعتقاد دارم دیگه، آدم خدا ترسیم. من اینجوری نبینم، من آدم خدا وکیل خدا ترسیم. گوکاری رو سر کسی در نمیارم. مثلا میدونم آخه میگم بعضی کابلشون وصله به خدا، مثلا یکی اصلا اعتقاد نداره، مثلا هر انبازی از در میره داداش 30 سال بعدم تو میری توهونش نمیده. من داداش کج میرم تو سر کوچه برم توهونشو دادم. داداش مارشال ماشین بازیت از کجا و کی شروع شد؟ داداش من ایران بودم 8-9-10 سال پیش، من اصلا ماشین باز نبودم، موتور باز بودم داداش. و آدمی هم بودم که حالا این قضیه دومشو ولش کن، موتور باز بودم. اومدم اینجا موتور زیاد آنتن نمیده. اولش هم زیاد موتور بازی اینجا کردم، موتور خوب سوار شدم خدا وکیلی، هم مال رفیق هم مال قرضی، هم خدا یه بوره از زمانی وسی داد بهم که تونستم چند تا موتور سنگی مثلا بگیرم بفروشم فلان کنم بیسار کنم. ولی از موقعی که اومدم اینجا ماشین باز شدم داداش. این مدتی که ایران بودی مسافرت کجا بودی؟ مدتی که ایران بودم بابلسر، دریا کنار. خیلی حال داشت. به نظر خودت قیمت اون کالکشن‌های هات ویلز اون پشت چقدر؟ کالکشن هات ویلز نمیدونم 2 تومن نمیدونم به قرآن آجی. الان اصلا نمیدونم چند تا دونه است، اصلا حسابش دیگه در رفته دیگه. عشق میگیرم دیگه. پرسونال بست اسکور نوهزید چقدر؟ پرسونال بست اسکور داداش قدیم نوهزید داداش مثلا 3000 تا 4000 تا 10000 تا میگرفت. حالا یه چیز بالاتر مثال دارم میگم، جزء تاپا بودی میگیری چی میگم. الان که همین آپتینا خشی داداش 30 بیلیون 40 بیلیون میگیرم میشن هزارم چیز. من اصلا برام مهم نیست داداش، اصلا برام مهم نیست چیزی. این سوالی که دارم میپرسه سوال منم هست راستشو بخوای. تیشرت سیاه داری؟ آره ولی از پلون بازش نکردم. وایسا بفهم. تیشرت سیاه نمیپوشم داداش. برای PS5 چه مدل فرمونی خوبه؟ لاجیتک دریگ درایوش، لاجیتک پرو اسمش نمیدونم چیزاییه خوبه. ولی ببخشید همه فرمونا رو میتونید، موزا رو نمیتونید مستقیم وصل کنید تو پلی استیشن. باید یه تبدیل، اسم تبدیل سیگما بود چی بود یه هم چیزاییه، اون تبدیل رو میخواد ولی میشه همه فرمونا رو بزن. اما تهرانی بیا پیشم یه چای میوه‌ای مهمون باش. سفر بعد دورت بگیرم. عشقانی نمک پروردت ولی نشد دیگه. عشقانی داشتی. چیکار کردی که ما انقدر دوستت داریم؟ من نوکرتم دیگه داداش. بابا خجالت زده میکنیم به قرآن. عشقانی یه نصیحتی به ما 18 ساله بکن فدات. نصیحت داداش انکاری در نیار دیگه داداش. چیه مثلا زید میگیری نره تو فاز مثلا انبازی داستان. زید میگیری داداش مثلا دنبال رابطه خوب باش. 100 بار شکستش خوردهش 101مین بار دنبال عشق باش. مولوی هم میگه دنبال عشق باش. بعد داداش خدا باور باش، خدا ترس باش. منو چجوری مثلا تو این ویدیو احساس میکنی داداش؟ خدا رو حضورش رو توی زندگیت بیشتر از این احساس میکنی، بیشتر از اینی که منو تو این ویدیو داری. من به چش دیدم آجا همه جوره بهت حال میده، عشق میده. داداش جان چرا دیگه لایو نمیذاری؟ دلتنگی. چرا دیگه سیستم ستاپ پشت میبینی همه چی اوکیه. فقط 590 سفارش دادم برای سیستم گیمینگ هنوز نرسیده، خورده تو بکورده. اون اوکی بشه میام. فرمون اقتصادی معرفی. اقتصادی دیگه داداش حداقلش همون لاجیتکو بگیر، غیر از اون دیگه اصلا نرو سمت فرمانی داداش. حالا بهترین خونه و ماشین و موتور رو تو بدترین جای تهران داشته باشی یا بهترین جای کانادا ولی زندگی فقیرانه؟
تو کدومو میگی؟ من گزینه اول. بیشک گزینه اول. بهترین ماشین موتور تو بدترین جای تهران 100 گزینه اول انتخاب نگفتی میکنم. چرا؟ چرا؟ چون میتونی بری دور بزنی بالش. آره دایی چی شد برگشت ایران هستن؟ داداش دیگه مغزم رید دیگه داداش دیگه. داداش من اینجا حالا دور از جون خیلی ها میان اینجا، داداش طرف بعد 3 سال چس می اصلا کس شعر میشه میاد اینجا. بازم میگم بلا نسبت زیاد داره این. من هر بار میدم داره یه سری اخلاق مثلا میره سوق داره به سمت مثلا چسی شدن اینجایی، سری ضد عمل میکنم، خونسا سازی میکنم. ولی داداش دیگه من نیاز داشتم برم اینا با بچه محله خودم بری بپرسید داداش همه‌شون میگفتن اصلا انگار نه انگار تو مثلا 7 10 سال مثلا نیستی. از چند سالگی داری حالا هات ویلزاتو جمع میکنی؟ من اصلا تا موقعی که من تا 9 سال پیش فهمیدم هات ویلز چیه، موقعی که اومدم اینجا داداش اصلا هات ویلز نمیدونستم چیه. اومدم اینجا یه میز تلویزیون گرفته بودم اوایل، داداش روش خیلی خالی بود داداش. بعد دیدم رفتم مثلا یه دکونی دیدم مثلا آره چند تا دونهش هستش، همینجوری یلخی برداشتم چیدم همه رو. بعد گفتم چه چیز باحالیه، یه ذره 6 ساله الان حدودا دارم جمع میکنم، ولی از اون موقع استارتش خورد. داداش به چه ورزشی علاقه داری و اینکه اصلا ورزش میکنی؟ من داداش پیش آقا مرتضی شیری چهار باشگاه نظام آباد من تمرین میکردم. حالا یه گلگی هم پیش آقا مرتضی پیش اومد، من همون موقع معذرت خواهی کردم، ولی بوکس میرفتم پیش آقا مرتضی شیری دیگه. بدنسازی هم میرفتم ولی تو خونه خیلی بیشتر دوست داشتم تمرین بکنم. حاجی بدنم حضرت عباسی خوب بود. این سوال توهین نیست. آیا تو هم مثل من کسخلی یا خودتو میزنی به کسخلی؟ داداش من کسخل اورجینالم داداش. زندگیت چطوری بود؟ یعنی چی؟ چطوری بود از اولش تا الان؟ شکر خدا داداش، بالا داشت پایین داشت دیگه، زندگی دیگه داشت دیگه. داداش هدفت از زندگی چیه؟ لطفاً جوابمو بده، برام سوال مسخره بازی هم اصلا نیست. داداش هدف اینه که اول از همه میگم این کار شغلی که دوباره استارت زدم بگیره لازم مالی، چون دوباره یه حرکتی کردم که از صفر شده. میگیره چی میگم؟ شرمنده خانواده و زن و بچه آدم نشه، بتونم دست شرمنده داداش خانواده همسر نشی داداش اصلا شرمنده اون خانواده نشی داداش. دست خانمم بگیرم ببرم سر یه خونه زندگی خوب، شرمنده مثلا روسیای خانواده‌اش نشم، روسیای خودش نشم، روسیای ننه آقام نشم. میگیری چی میگم؟ اینا خیلی چیزه. چرا دوست دخترتو نشون نمیدی؟ داداش شده مثلا یه بار مثلا اومده تو استریم هم روح ماهشون هم بوسیدم و فلان و بیسار، ولی داداش خوشم نمیاد داداش. ماکسیما یا اپیروس؟ ماکسیما رو من دوست دارم آجی، خدایی دوست دارم. تموم شد؟ کم بود که کم بود داداش. عشق من این خدا سایه نناقاتون رو سر 20 سال عمر با عزت بالای سرتون نگه داره، غم نبینین، ایشالله همیشه به شادی باشه. هر هدفی دارین که داداش پشتشو بگیرین ایشالله عملی بشه، دعا کنین برای منم عملی بشه. و اینکه کوچیک شما مارشال معینی هم یا علی.